سلام، من سارا و این یه مسیر جدیده. سلام، من سارا، 21 سالمه و توی ایران دانشجوی طراحی لباس بودم، طراحی و دوخت لباس بودم و در حال حاضر توی کشور فرانسه زندگی میکنم، توی شهر نیس، جنوب فرانسه. عاشق طراحی لباسم خیلی زیاد و همینطور عاشق شیرینی فرانسوی، پیستری فرانسوی عاشقشونم. فکر کنم که قرار به زودی متوجه شی من چقدر شیکموام، واقعا خیلی شیکموام. من قراره که اینجا از علایقم بهتون بگم، بریم بیاین ببینیم چی کار میشه کرد، اصلا فرانسه چجوریه. من توی ایران که بودم خیلی دوست داشتم بدونم اونور چه خبره، مردم چی کار میکنن، علایقشون چیه، تفریحاتشون، دانشجوها اصلا چجوری اینجا درس میخونن. میکنم که شاید تو هم اینو دوست داشته باشی و گفتم که اینو برای تو هم به اشتراک بذارم که تو هم بدونی و ببینی. توی یوتیوب مثلا نتونستم اینو پیدا بکنم، یعنی هست، خیلی زیاد هست، خیلی دوستایی داریم که توی یوتیوب دارن راجع به شهرهای مختلف فرانسه صحبت میکنن و واقعا هم خفنه. ببینید اگه قصد مهاجرت دارید یا حالا اگر میخواین سفر کنید و اینا. و من گفتم که خب چرا که نه، من میتونم راجع به نیس صحبت کنم، راجع به کارهایی که تو نیس میکنم. به عنوان یه دانشجو من اومدم اینجا، قرار سختیایی رو پشت سر بذارم، قرار شیرینی یاد بگیرم، برای تو شیر درست کنم. خیلی دوست دارم قرار با هم دیگه شیر درست کنیم و عشق کنیم. قراره که با هم دیگه بریم خرید کنیم، لباسا رو ببینیم، استایلشون کنیم، بخریمشون. نماشه خرید کردنم دخترم دیگه. همین کار با هم دیگه بکنیم، زندگی کنیم، لباس طراحی کنیم. تو با من بیای کلاس فرانسوی ببینی من چقدر دارم سختی میکشم راجع به این موضوع، چون واقعا زبان فرانسوی خیلی سخته، ولی خب تا الان خیلی خوب رفتم جلو. برای که سطح B2 بگیرم، B2 فرانسوی بگیرم که بتونم سال آینده برم دانشگاه فشن که بتونم رشته مورد علاقم رو بخونم. دروغ چرا، هنوزم دو دلم بین پیستری، چون من عاشق پیستری ام، یعنی عاشق کار کردن. چون این فشن، یعنی واقعا باید توی این چند ماه خودم رو پیدا کنم، علایقم ببینم. اصلا خب خیلی زندگی کردن اینجا با ایران فرق میکنه. خب ولی خب عشق و حالای ما تو ایران خیلی بهتر بود. یعنی بگم اینجا خیلی خوبه ها، اصلا نمیخوام بگم که نه اینجا بده، نه اصلا اینجوری نیست، ولی خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. بگذاریم من این چنل رو زدم که دوستای جدید پیدا کنم، چون بالاخره من مهاجرت کردم، تنهام و دوست دارم که دوستای جدیدی داشته باشم و انتخابم این بوده که تو که داری الان این ویدیو رو ببینی، اگر علاقت با من یکیه، اگر همه این چیزایی که گفتم رو دوست داری، کنجکاوی ببینی که اینجا چجوریه، قیمتا، استایلا، روزمره زندگی، درس خوندن، پس تو میتونی دوست جدید من باشی. اگر واقعا تو همینا رو دوست داری، الان این ویدیو رو که داری میبینی عالیه. تو من پیدا کردی، من تو رو پیدا کردم، قراره که با هم دیگه بهتر کنیم و زندگی کنیم. قراره لبخند بیارم رو لبت. نمیخوام اصلا دروغ باشه، چون توی فضای مجازی آدم خیلی چیزای دروغی میبینه. من قراره خود واقعی باشم، از حرف زدنام، از اینکه یه روز ممکنه حوصله نداشته باشم، یه روز ممکنه خیلی خوشحال باشم. قراره که واقعا با هم آنست و واقعی زندگی کنیم. یعنی الان یعنی دوستای من الان این ویدیو رو ببینن کاملا متوجه میشن که من الان خود واقعیمم، واقعا دارم از خودم ویدیو میگیرم و من بالاخره چنل یوتیوب شروع کردم، چون خیلی چارچوبای ذهنی واسه خودم داشتم که نه این باید اونجوری باشه، اونجوری نه، الان وقتش نیست. الان وقتشه، واقعا الان وقتشه بریم که با هم دیگه زندگی کنیم. پس اگر علاقت با من یکیه، جای درستی هستی، ویدیو درستی داری ببینی، پس بریم که زندگی کنیم. دوست دارم، امیدوارم که از ویدیو بعدی با هم دیگه همراه باشیم. پس منو سابسکرایب کن. خدافظ، میبینمت.